سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من بردیام و خوش اومدید به یه ویدیوی سولز لایکی از بازی الدن رینگ. امروز من میخوام بهتون یاد بدم که چجوری کوست این شخص که اسمش واره هست رو انجام بدیم. یکی از کوستای خیلی عالی بازی که بهمون یکی از بهترین فارمای رون بازی میده و ما رو میبره به یه منطقه‌ای که نیاز داریم برای اینکه بخوایم بازی تموم بکنیم. باید حتما به اونجا بریم و یه جورایی جزو کوستایی که حتما باید توی بازی انجامش بدیم. خب اولین چیزی بگم، اگر شما میخواید این کوست انجام بدید، در واقع وقتی بازی رو شروع میکنید بعد از اولین سایت اف کریس بعدی که در واقع شروع بازی میاد، واره اینجا ایستاده، میایم اینجا باهاش صحبت میکنیم. Well done indeed. You bested Godric the Grafted and claimed a great rune. My congratulations. Now for an audience. خب ببینید، من الان در واقع برای اینکه شما بخواید کوست واره رو انجام بدید، باید این راهی که میبینید اینو بیای برسید به اینجا، به این چیز، بعدش بیاید و بیاید و بیاید و بیاید و بیاید که برسید به قلعه. برسید به قلعه گادریک، در واقع به استورم هیت کسل. اول که اینجا مورگات رو شکست میدید که من دادم، بعدش حرکت میکنید میایید و بعد شما در واقع گادریک رو شکست بدید. اینجا واره بهتون میگه که برو گادریک رو بزن و بیاد سمت من گادریک رو زدم و الان اومدم اینجا و حالا که باید صحبت میکنیم این که برو به راوند تیبل. من هنوز راوند تیبل هم باز نکردم، یادم اومد هنوز. من چون الان Hey sir, with you, I can play turning route 80 you need to the foot. Then it sets summon the torrent, treat him with... الان اینجا To see whether it seems torrent, whereas I know there is, but I can take gathering. Very well at my hand. خب بچه من یه چیزی که حواسم نبود این بود که من راوند تیبل نرفته بودم. حالا راوند تیبل رفتم. این الان چی میگه؟ میگه بیا برو راوند تیبل. ما اینجا راوند تیبل که اینجاست، ما میایم این راوند تیبل و گفت برو با تو فینگر صحبت بکن. فینگر کجاست؟ اینجاست. ما میایم اینجا وارد میشیم با ایشون که خانم آنیا هستش صحبت نه مسکیت میکنیم. نه میگه برو النوش نه که من قبلا اومدم اینا رو. خب حالا که میاد با فینگر ریدر صحبت میکنی، دوباره برمیگردین سر همین گریس فرست استپ و میایم اینجا میبینیم ورکو اینجا میگه find yourself middle of the Leonia with you then seek to the road church west of the خب ببینید حالا میگه حالا این کجا رفته؟ در واقع واره اومده اینجا روز چرچ. اگر که شما حالا اینجا رو باز نکردید، این در واقع لیونیاز لیک رو باز نکردید، که باید بیاید داخل استورم کسل گادریک رو بزنید و وارد لیونیا لیکس بشید. میاید اینجا و دیگه حرکت کنید و بیاید سمت اینجا. حالا من دقیقا اینجا یه دونه سایت اف گریس دارم، میرم سمت سایت اف گریس و در واقع اینجا رو یه مارک میکنم. خب حالا حرکت میکنیم به سمت روز چرچ.
خب میرسیم اینجا، سعی کنید داخل این کلیسا در واقع نرید. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا سامنی اسپام میشه. سامنش هم سخت نیست، میتونید بزنید. خب وقتی که بیایم اینجا ببینیم که برای اینجاست، باهاش صحبت میکنیم. خب گزینه اول میزنیم. Aha, my doubt. The words of the truly, I believe. Even words the خب دوباره باهاش صحبت میکنیم. بهمون یه دونه means. Give it a try. فینگر If you drive high, در واقع سوینگ بلادی فینگر میده. there's no the tarnish. در واقع Be sure I'm quite. این کوستی که در توی اوایل بازی منتشر شده بود، اینجوری بود که شما حتما باید آنلاین بازی میکردید و حتما باید پلی استیشن پلاس داشتید، وگرنه نمیتونستین این کوست رو برید. بعد از یه مدت که بازی پچ داد، در واقع یه گزینه اضافه کردن که شما بتونید آفلاین هم برید. من الان نمیخوام آنلاین به شما توضیح بدم، بخش آنلاین رو بهتون توضیح بدم. در واقع شما باید اگه آنلاین هستید که باید بیاید در واقع این فینگر استفاده بکنید و خودتون رو سامن بکنید به دنیای شخص‌های دیگه و 3 بار باید این حرکت رو انجام بدید. وقتی که این 3 بار اصلا هم نیازی نیست با کسی مبارزه بکنید، فقط باید 3 بار این حرکت رو انجام بدید. وقتی که انجام دادید میایید پیش اینو. حالا ادامه داستان. خب بچه حالا ما که اینجا باره رو دیدیم و این داستان، الان ما باید در واقع بیایم به سمت کجا؟ آلتوس پلاتو. ما وقتی که اومدیم به آلتوس پلاتو، حالا چیری باید بیم آلتوس پلاتو؟ اگر اومدید که چی؟ اگر نیومدید بعد 2 تیکه مدالین رو پیدا کنید که یه دونش اینجاست، فورت هایت، و یه دونه دیگهش اینجاست. حالا چیری باید بیاید اینجا؟ باید بیاید به چرچ آف ماریکا. دقیقا همینجا دریاچه که دارم نشون میدم یه پورتاله. وقتی میاید تو این پورتال در واقع از اینجا سر در میارید. اینو بیاید پایین، همینجوری که میاید پایین دقیقا پشت این درخت یه دیگه از اون در واقع چیزاییه که این باداست که شما رو پرت میکنه هوا، میاید اینجا، میرید بالا و در واقع اون تیکه مدالین هم میگیرید. حالا من میام وارد آلتوس پلاتو میشم. حالا ما باید کجا بریم؟ ما باید دقیقا بیایم بریم خودمون رو برسونیم به اینجا. ما باید بیایم از این بر حرکت بکنیم، بیایم خودمون رو برسونیم به اینجا. خب رفت میشیم.
بچه وقتی رسیدیم اینجا در واقع میایم و اینجا اون سامنه رو میزنیم. ببینید این میاد یه ذره میتونه سخت باشه ولی من لولم بالا باید میزنم بگم کام 230 ایناست. اینو که میزنیم حالا میایم تو ورد خودمون، اینو که زدیم هیچ. حالا دوباره میایم خودمونو میایم سر این سایت اف گریس و دوباره میریم پیش وره. خب حالا که ما میرسیم با پیش وره باش صحبت میکنیم. I'm glad. You have a. I wish to a night luminary. So. گزینه اول میزنیم یه دونه در واقع دستمال بهمون میده. باید اینو چیکار بکنیم؟ ما حالا باید بیایم خودمون رو برسونیم به اینجا، اینجایی که دارم بهتون نشون میدم. چجوری حالا باید بیایم اینجا؟ ببینید اگر که این سایت آف گریس ها رو باز دارید که هیچ، اگر باز ندارید حالا به هر شکلی خودتون رو میاید میرسونید به این قسمت. یه دونه دیگه از اون بادایی که خود میفرستتون بالا از اینجا هست میادرتون اینجا. حالا من میایم سر این سایت آف گریس، خودمون رو باید برسونیم به اینجا. چی جوری برسونیم؟ از این مسیر میایم که مسیر سختی هم هست، میایم خودمون رو اول میرسونیم به اینجا. خودمون رو که رسونیم به اینجا میایم دوباره خودمون رو میرسونیم به اینجا. وقتی که رسیدیم به اینجا میایم اینجا و دیگه میرسیم به چرچ. و یه چیزی که بگم اینجا یه در واقع فرنزی فلیمینگ تاور چند نفر اون بالاش هستن که بهتون دمیج فرنزی میزنن، یه ذره دمیج بدیه. حالا من اینجا واسه تون اسکیپ میکنم، حواستون هم باشه اینجا منجنیق هایی هست که میزنن بهتون دمیج بدی میدن. در واقع این اسبتون در واقع پیادتون میکنن. دیگه بیایید و از این در رد بشید تموم. خب اینجا در واقع اون برجه، این برجه باید در واقع سعی کنیم یه جور باشه که الان بایستی چشمه الان میبینید این در واقع نباید ببینتتون. مثلا بیاید کنار دیوار، سعی کنید وسط راه نبید، سعی کنید کنار دیوارا باشید، اینجوری بیاید که این نتونه ببینه شما رو. سریع حرکت میکنید میبینید میبینتون اینجوری دمیج میشید. میاریم خوب حالا حرکت میکنم و میام به سمت این بالا. اگرم خواستید میتونید اونا رو بزنید، کار خوبی اگه بزنیدشون. ولی یه ذره وقت میگیره ولی دیگه مزاحمتون نمیشه. خب وقتی که میایید اینجا چیز اینگیج میشه. ای بابا من که ببینم
رید شد زود اینجا این ویدر میاد. این ویدر هم بهتون دمیج فرنزی میزنه. این اومد چرا اینقدر زود اومدی تو؟ این یه ذره بد میزنه. من خودم چند باری ازش مردم. دستم هم یعنی انتظار نشدم. سعی کنید سریع بزنید. خب اینو میزنید در سلاح و ایناشو بهمون میده. میایم سمت این چرچ. وقتی که میایم اینجا سایت فیسش رو روشن کنیم. یه دونه سکرتیر هم داره. آیتم ایشون رو که ورداریم، حالا ببینید چی زده. اون چیزی که وارد بهمون داد اینجوری خونی میکنیم. با چی؟ با ایشون میزنیم به ایشون و خونی میشه. حالا دوباره ما میایم و میریم پیش آقای واره. خب حالا میرسیم به باره. دوباره باهاش صحبت میکنیم. میگیم آقا ما اینا کاری که گفتی اوکی کرد. میگه انگشت تو بده من. خب انگشت روش میدیم. این میخواد چیکار کنه؟ Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Never forget, for it is what you have. این حرکت رو که زد دوباره باش صحبت میکنیم و اینو بهمون میده. در واقع ما الان نصف بیشتر راه رفتیم. تبا میزنیم میایم توی اینونتوریمون، میایم پایین و میگردیم دنبال مدال. خب روش کلیک میکنیم و یوز رو میزنیم. این شکلی میشه و ما رو میبره به جای اصلی که باید باشیم، موگوین پلس. خب حرکت میکنیم. ببینید ما الان کجاییم؟ اینجاییم. اگر خواستی چیز کنید آنالوگ راست رو فشار بدید مپتون میاد سمت این. ما اینجاییم موگوین پلس و اگر خواستید که نقشه اینجا داشته باشید در واقع این جنازه نقشش هست. اینجا اگر اوایل بازی هستید بهتون پیشنهاد نمی کنم تقریبا بیایید و گشت و گذار بکنید. این جای سختیه، میتونید بیاید ولی جای سختی. خب ما در واقع با اینجا کار داریم. بلند میشیم میایم از این پله ها بالا. در واقع میخوایم دیگه بریم برای تموم کردن کوست واره. اینا رو ببینید به سمتی که اینجوری میان شما رو میگیرن و دمیج بدی هم بهتون میزنن. سعی کنید که ببینید سریع برید کنارشون داج بدید. اینا اونی چی رو دارن؟ ستایش میکنن. اینجا چراغ رو روشن بکنید. این داخل اینم اگه خواستید بخرید در واقع بیاید
کنم باید بیاید آره باید بیاید اینجا اینجا و برید و چیزشو بگیرید. در واقع بیاید پیش یکی از این فروشنده ها که بتونید این چراغی شدن برای کمر منو بگیرید. خب ببینید اینجا یه انمی میاد نشیه منم بودو این خیلی بد میزنه این دیگه من با این لول من اینجوری رو میزنم من الان خیلی لولم بالاست مثلا چیزم. خب یه لوردونم میگیریم. ما الان کجا باید بریم؟ این بالا این چقدر تاریکه اینجا چی معلوم نیست. میایم این بر میریم جلو و اینجا ساین میبینیم. فعلا کاری نداره. اول بیاید این گریس رو تاچ کنیم. من میشینم. خب گریس رو که تاچ کردیم میریم سریم. Invade white mask Varys ward. بعد الان بریم با وره مبارزه بکنیم. که با ما رفیق بود. خب رفتیم تو وارد وره. من کارای خودم و میگیم بیا. خب این دنبالش وره کجاست؟ وره باید این پایینا وره اینا وره. You seek violence, heedless of my warning, though you have been raised to a knight of the dynasty. To the very depths of this, my lambkin. Why must I be disgraced? راحت میزنیمه I just know. میره. خب حالا که میزنیمشون اینجا افتاده. Luminary Moog. Moog. Please grant the strength you promise. I have given. Please, my lord. این مایلوردی هم که میگه با ما نیست با موگه در واقع. خب این هم میمیره و کوستش همینجا به اتمام میرسه. در واقع چیزی که اکثرا همه برای این کوست در واقع همه میان این کوست رو میزنن یک گرفتن این در واقع فارم رونی که اینجا هست که 100% ویدیوشو براتون میذارم، میتونید به داخل چنل نگاه بکنید. و موگی که در واقع باید بیاید اینجا و از اینجا برید بالا و بخواید موگو بزنید که در واقع یکی از باسای اصلی بازیه و اینجا میزنیمش رو در واقع میفهمیم که این از اول میخواست ما بیایم اینجا و در واقع بزنه ما رو بزنه و بکشم این داستانا و کوست به اتمام میرسه. اگر خواستید من تموم شد. اگر خواستید ممنون میشم که برید و از چنل من ویدیوی در واقع چیز هم ببینید. این فارملون 100% داخل
چیز میذارم. دم همتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای بعدی من با خبر باشید. دم همتون گرم تا یه ویدیو دیگه. فعلا خداحافظ.